عزیز کفتر پرانی فضل جان ببینم. فضل جان باشه میپرانیم دوستا شوقی ها سعی کنه که ما بپرانیم کفتر رنگره. به خاطر از اینکه کفترها تایم صبح از دیگه فضل جان. حالا وقت شوقشون شوه کرد یک دست خوب بپرانی. ها دوستا باز نگوید که نپریدن. به نام یاد خداوند بخشاینده نهایت مهربان. سلام عرض ادب دارم خدمت تمام شما شوقیان و عزیزان. امیدوار هستم در هر جایی که هستین لباس عافیت در تن داشته باشین و از گزند روزگار در امان باشین. و یک سلام خاص به تمام دوستا و عزیزا که خارج از کشور است، به خصوص شیرجان که امروز آمدیم پیش بکتاجان تا شوقش به تصویر بکشیم. امیدوار هستم که خوش و آرام باشم و زمانی که برنامه را میبینه امیدوار هستم که از شوق و همچنان از کفترها و از کفترهای خودش لذت ببره و خوشحال هستیم که همراه من کاکا نسیم است و همچنان فضل جان. سلام دوباره سلام آقای گل، چیال داری؟ قربان خوب است انشالله. خیرید آمدیم امروز ما شما پیش بکتاجان برادر شیرجان که خود شیرجان بخیر خارج از کشور است. خداوند جور داشته باشیش با اولادایش با دوستایش. والا زیاد پیشش آمده شدیم، چند سال شد که نیز بخیر در سفر است. خداوند خیر بتیشه، خداوند جانش رو جور داشته باشه. دیگه آمدیم اینجا پیش بکتاجان خانهشان. ما شیرجانشان خود تقریبا 50 سال یا 60 سال می شد که در یک کوچه در یک منطقه زندگی میکردیم. خداوند پدر شیرجان ببخشه کاکا فیض از جمله شوقی هایی بود که همیشه کفترهای خوبش نگاه میکرد، همیشه کفتری خوب داشتک. و دیگر کاکا مرزایشان که بوده که هم از جمله شوقی ها بوده که هم خوب کفترها داشتک. خداوند بیامرزه کاکا فیض ما کاکا مرزا را. دیگه اینا شوقی هایی بودن که خوب کفترها دائم نگاه میکنن و خوب کفترها میخریدن. اصلا حال اگر خفه نشید در افغانستان ما شما و مردایی که سابق کفتر داشتن کفتر بازی میکردن حالا نماندن، اونا پیر شدن مردن رفتن فوت کردن. نه حالا بچه های از واقع مانده اونا بسیار کم دلیلش میفهم. بچه جای پدر کی گرفته میتونه کاکا نسیم وقت بازم خداوند گفته گرفتم بخشش باشه. بازم خداوند جان جور بچه که همون شوق پدر جان خدا تا به حال تازه نگاه داشته. دیگه سلام خود از برای دوستایی که از طریق چینل صلح
یوتیوب چینل سلام ما رو میبینن، احترامات خود تقدیم میکنم در همه جا، هر جایی که هستن. خداوند جانشان جور داشته باشه، با فامیلای خود، با اقارب خود از این مرضیات در امان باشند. تشکر کاکا نسیم. انشالله صحبت های ما جریان داره در مورد شوق لالا شیر و همچنان بکتاش جان. انشالله صحبت های ما جریان داره. سلام علیکم. سلام فضل علیکم. جان خوب هستی؟ خیرتی؟ صحتمند؟ سلام به کامرامینتان. سلام عرض ادب دارم بر چیز شوقی از داخل از خارج است، بالخصوص برای لالا شیر تقدیم زنده میکنم. باشی. خوشحال هستم که همراه خودت هستم فضل جان و همچنان همراه کاکا نسیم. فضل جان چی نظر داری در مورد شوق بکتاش جان و لالا شیر ما که کفترهای خوبش جمع کرده؟ میشه که یک معلومات نظر داشته باشید در مورد کفترهایش بگویی؟ لالا شیر هم همون شوقی تا بود که در مسابق که دوکان ما در چلستون بود، می آمد پیش ما در افغانستان بود، می آمد کفتر می برد. خب کفتر رنگه خیلی که من داختم برش زنگ می زدم، رنگه یا که لالا شیرشان کس از مسابق رنگه می پرانه. حالا این بکتاش جان شوقش تازه نگاه میکنه. بله ها دیگه لالا شیر دیگه می آمده پیش خودت خوب کفتر. همین کفتر خیلی رنگه که من داختم برش زنگ می زدم. خیر ببین. و خودتم فضل جان کفتر پرانی کردی، کفتر بازی کردی یا که اما تو خرید فروش میکنی و بس؟ لالا قدیر ما خو در وقتش پرانده ما کفتر بازی کردیم، مگه مالا من چوشگیری بازی میکنم مالا، چون که جای برش ندارم دیگه من چوشگیری میکنم. چوچگیری در می اواخر اکثریت دوستا علاقمندی به چوچگیری پیدا کرده. نرخ چوچگیران بالا رفته و همچنان اینمی چوچگیر بازا هست، همی دوستا هست که کفتر چوچه میگیره که باز با کسایی که شوق پرش میکنه دیگه برازی هم میرسه. گپ مردم داغی و یگان جوانه یعنی کفترهای خوبش چوچگیر هم نباشی. کفترها رو ما شما از کجا کنیم؟ ما چوچه میگیره، دوستا چوچه میگیره و باز این لالا بکتاش کس جوانه باز است. این مت جوانای چوچگیر بازار هم میخرد، اون دامت میکشه، جور میکنه، تیارش میکنه. جوانایی که میفهمه دیگه یا آینده داره. خوب است دیگه. گپ خلیفه داود میگه آیندهش میخره. آیندهش میخره. بله. استاد داود میگه لالا قدیر آیندهش میخره. بله بله. و فضل جان خودت چه رقم کفترها خودت هم داری؟ از من دیگه شیرازی و سیاه شیرازی و زرد شیرازی و امری چیز هست. قدرت خدا کفتری زیبا خودش. خودت قیمتترین کفتره که فروختی تا چند فروختی؟ اونو بس در دوکان؟ در دوکان یا در خانه؟ دیگه چی بگیم لالا قدیر در دوکان فروختیم 5000 3000. از این کفترهای چوچگیرت قیمت تا چند فروختی فضل جان؟ چوچگیرت تا 10000 فروختیم، 8000 10000 در دوکان. به خاطر از این گفتم که خودت دیگه به نام فضل جان چلستون بله. مشهور هستی. بله. حالا دیگه فضل جان پایکوب بگوین. پایکوب نسوار. در این مدت که اینجا آمدی پایکوب نسوار چقدر کفتر آورده باشی؟ والا لالا قدیر زیاد آوردیم، چوچگیر هم آوردیم، خیل هم آوردیم، دیگه حساب نکردیم، خود خیل زیاد انداختیم لالا. خیر ببینی حالا صحبت های ما دیگه طرف نره و از اینجا هم کدام کفترها کدام خاندان زیاد در رنگ چیست؟ اینجا دیگه شیرازی ها ماشاءالله زیاد کفتر شیرازی است و چپ است دیگه. زرسینه دم زرد است، مشکی سینه است، مشکی چپ است دیگه. هر رنگ سرخسینه دم سفید ماتا و پشت است. هر رنگ کفتر زرپتن چپ دم سفید سر دم بیزی دم بیدار است. هر رقم کفتر است دیگه اینجا. خیر ببینی فضل جان مناسب میشه که در مورد شوق خود بگویی، چون بار اول است که ما خودت دیگه در برنامه هستیم. دیگه در مورد شوق خودت بگویی چقدر وقت میشه که خودت شوق میکنی؟ در اوایل کجا شوق میکردی؟ بعد از اینجا آمدی یا که همینجا بودی؟ ما از قدیم تقریبا 60-65 سال میشه که در کارتین هم آمدیم. سابق خانه ما با ولی مردان بوده، دروازه آینی کوچه سردارا. اونموجه ما خانه ما بود، پدر ما موجه کفتر داشت. از امون وقت که ما 10 ساله بودیم موجه ما کفتر داشتیم. در این کفترها ما در اون منطقه کفتر بازی میکردیم.
که در اون منطقه برادر اول به تعریف کنم کسایی که بودن نه در منطقه بودن کفتر خوب داشتن. خب گل آقا فیضیان بوده که تقریبا همسایه ما بودن دیگه. گل آقا فیضیان برادرش پالوان کوکاشم نام داشته، بسیار مشهور آدم بود، بهترین کفتر ها داشتن. دیگه در رکاخانه که بود سمی علی بیسال میگفتن که خدا بیامرزشان. گل آقا فیضیان هم فوت کرد، کوکاشم هم فوت کرد، سمی علی بیسال هم فوت کرد. کسایی بودن که اینا کفترهای بسیار خوبی داشتن و دمو وقت 60 سال پیش کفتر یا 1500 و 800 و 900 می خریدن که بسیار پیسه بود. در اون زمان این بسیار پیسه کفتر خوب هم بازار کس خریدن نمیدونست، کسی می خرید که پیسه دار بود. دیگه در اون منطقه سمی علوی ساز بود، مدیر نقلیه بود، محمد گل بود، خدا بیامرزه پالوان رحیم بود که از بکتاژیانشان کاکایشان میشده، بچهش عبدالرزاق نام داشت، خداوند ببخشش. پالوان رحیم که بود بهترین کفترها داشت که اتر کفتر که خوشش می آمد بر قیمتی که میشد میخرید، اما کفتر خود نمیفروخت. اتر که شوقی بود میخرید نمیفروخت، خوشش نمیامد توفه میداد. توفه میداد. اتر نبود که کفتر یک آدم بیایه بگم قیمت بلند میگم نه از مرکز شوقی کیست، خدا بیامرزشه. دیگه بعد دمی منطقه های ما نمی نفرها بود که کفترهای خوب داشتن، میفهمیدن در کفترها. و باز ما آمدیم تا منطقه کارتی نو که آمدیم دنمی کارتی نو خیل داشتیم، از اینجا خیل بازی میکردیم. بکتاژیان کاکافیس که بوده بزرگ ما بود، دمی کوچی میشیشتیم در یک منطقه، یک خیل ما داشتیم یک خیل اینا داشتن. در اون زمان خوب کفتر بازی میکردیم دیگه. این اون زمان تیر شد، نوسله کفتر بازی هم نمانده و نشوق مانده دیگه. در ناشوقی ها پیدا شد. ما شما که اینمیجا آمدیم در بام به بکتاژیان 4 اطراف از این بعده کفتر داره. کسایی هستن که اینا همیشه یک ارتباطات دوستی داشتیم، مگر امروز که از این آدم سعید شدن و خاطر از این کفتر خوب داره، کفتر خوب میکنه، تشنه کفتر شدن دیگه. احترام نمیشه که آدم هم دوستی و رفاقت خود در کفتر برابر کنه. هیچی ارزش داره، لک کفتر پیدا میشه اما انسان پیدا نمیشه. گپ بیخی معقول است، قبل است دیگه کاکا نسیم قلب باز ما میخوایم که صحبت های بند ساختیم. کفتر خوبش میپرانن لالابکتاش یا مثال هر دوست ما در 4 اطراف اگر هست، وقتی یک دوست دیگه میگیره یک شوقی دیگه میگیره خیره خلاص بته یا کفتر کم یا زیاد خود نکنه بته تا شوق یک دوست خراب نشه. به خاطر از اینکه خودت هم ذکر کردی گفتی از انسان که این چیز بازشتر نیست. و یک دفعه دیگه کوکان هستی که پس بریم در زمانهای قدیم که خودت صحبت کردی کفتر بازی ها به چی شکل بود و یک دفعه دیگه که شما خودم قدیم هستین، شخص بزرگ هستین، میگن کفتر بازی سابق قسم بود که میگه حتی از زیر پلم کفتر تیر کنن. بخشش باشه قربانشم، یک گپ مفت است که زدن. از زیر پل آرتن ما شما دیدیم بسیار مسافه کم از او داره. او چطور کفتر بوده که از زیر پل تیر شود؟ اگر از سرش تیر شده درست، اما این گپ غلط است که میگن از چارچته تیر کرده. سابق کوره فروشی که بود چارچته بود، یک سرش سن پانچاو بوده که یک سرش سن کافروشی یک سرش دیگه. او کفتر می آمده خیلی شار بود که از اون سر مدر آمد در اون تاریکی از این سمه بر آمد آمدی او این گپای مفت است. درست است کفتر بازی میکردن، کفترشان میدوید دور میرفت، مگر نه زیر پل آرتن تیر کرده بیدر و نه زیر چارچته. یک کسی چون ما وقدر وقت زیاد دمیشه هم نبودیم دیگه همه دوستا که میگفتن باش که همی را بالاخره یک روز بگویم که
وقت داره یا خیر؟ اصل چارچته تیر شده باشه درست، اصل پلارتن تیر شده باشه درست، اما او کفتر یک شعور یک قدر فهم نداره که صاحبی برش بگه برو از زیر پل تیر شد. یه گپ مفت است، ما باورمون نمیه و هم کسایی هم که میگن این گپان از ذهن خود پس کنن بیدی از زیر پل آردن تیر کده. او کدام قهرمان بود؟ البته کفترهایش کدش گپ میزده. بله من هم تو بوده کامون هستیم. حتما کفترها کتش گپ سر میرن. صحبت هایشان هستن دیگه امکان داره بوده یا نبوده میگذارم و خودت هم کن هستیم فعلا هم کفتر بازی میکنی یا؟ من قربانشم فعلا نم کفتر پریشی ندارم. یک چند دانه هستم بچیم نگاه کرده برای شخص من دینمی کارتی نبودم تپر خانه ما هست در دامنه است. باور کو که من راه بکوفم نمی کنم در این منطقه برای کل از این مردم معلوم بود. همین کفتر من 25-26 دانه بود که می پراندمش تو نمیخورد از این سر ریز که میخید مقصدم چوبه میگرفتم که یا بپره که میپرید باز دیگه ما چوری نمیزدم شپلاق نمیکردم اون کفتر ما این دینی منطقه از بلندی تا میشد این 4 اطراف کفتر بود این همیشه که می وردار میکرد می تپه رو بالا میکرد خراب میکرد میشید تو نبود که کفتر تو بخوره یا باز بیادر یک کفتر 2-3 تو بخوره باز بشینه. حالا خوب نیست که ما بگویم خواهد گفت کاکونسی در چند برنامه خود ما گفتیم اگر کسی میگه که والا کاکونسی نه گپ تو غلط است اشتباه میگی بیایی گازی میدان بیایی گازی میدان که محمود کفتر تربیه کنیم که بپره تو نخوره که بشینه یک دست بشینه منطقه هم بره دور بس بیایی کفتر بشینه حال حوصلهش من ندارم خوی کفترم که مردم دوامیته دیگه میته ای کفتر ضعیف میسازه کفتر سر دوا وقت من نمیدواندم کفتر فقط او دانش بوده که فهمیدی یک ساخت کفتر بوده کفتر نفسدار بود شلاق بود نفس داشت اینمی کفتری که شلاق نداشت 1000 که دوا بودیش نمیگرده چرا نفس نداره چی انسان باشه چی پرنده باشه اولین گزینه چی از نفس باید داشته باشه که نفس داشت یک کفتر نو مثال میره در یک منطقه دیگه اول خوب دمراست بیمش وقتی که میره چند دقیقه تپاندش میگیریش اگر نفس داشته باشه اون غیرت به خدا داره یاری همون قیمتش هست ولی بیچاره چی میشه توانش نمی باشه که بای میره. از نظر خودت یک کفتر باز یک شوقی که میخواه یک کفتر خودی داشته باشه آیا کفتر چه بگیره که صاحب کفتر شوه یا بره کفتر بخره بپرانه یا مثال کفتر جوانه بخره خودش آماده بسازه تیار کنه از این 3 گزینه کدامش از نظر خودت خوبه؟ این حالی کفتری که چوچه میگیری و دل خود چوچه میگیری جنسش برات معلوم باشه پدر مادرش نسبش معلوم باشه اون اموره که تو چوچه میگیری خودت کلان میکنی پرورش میدی و اگر بخوایی که نپر زیر قفس بونیش هم میشه اگر پریشی هم کنیش هم میشه دیگه کفتری خوبه تا که چوچه نگیری و دست آورده نمیتونیش و میتونی با میتونی که پولدار باشی قیمت بکنی در غیر از او کسایی که میفهمن که در قسمت جوشه گیری جوشه میگیرن بهترین کفترها جوشه میگیرن اونو هموره دلش که پراند یا ایست که بدن نگاه داشت بود زنگ در زنگای بلوی در پایش میکنه علاج میکنه مستیش سیر میکنه بسیاری که از شوق پرش داره بسیاری که از شوق جوشه گیری داره بسیاری که از عید نمیپرانن جوشه گیری نمیکنه زیر جال علاج میته سیلش میکنه 3 نوع مردم هست 3 نوع یکی پریشی باز یکی چوچگیر و یکی زیر جال شوقش کفتر صدر از نظر ما به این خاطر میکنن کفتر میخره دانه 30,000 20,000 40,000 اگر یک شوقی دیگه بگیره یک کفتر باز نمیتیشه نه اصلا و می خاطر دیگه جای جور میکنه زیر جال شوق میکنه خیلی ببینید و یک کفتر که ما بخواهیم چی سرخ باشه مشکی باشه یا مثال زرد باشه وقتی ما میخوایم سفید کنیم باید چیزا رو مد نظر بگیریم که پر کفتر کش نشه مثال درست سفید شود میگن مچم نچه براست
نچبرا میزنه نه خود لالا مکتا شما خاصتا چرا خمکاری که یک کفتر بسیار با شکل طبیعی سفید چرا که هیچ فامیده نشه اینال قربانش هم دو نوع کفتر سفید میشه زرد و سرخ مثال آتشی هست اگه ما بخواهیم که آتشی رو چپ بسازیم با پر شکنده میدیم با تانایش البته یک دفعه دو دفعه 5 دفعه نمیشه این بکنده میشه تا وقتی که رگ پرته باز که رگ انداخت میفهمیم که نمی کفتر میشه یک نوع کفتر سرخ هست که جنس گورگی داره او هرگز نمیشه او رو با چه رقم تشخیص بده؟ این حال معلوم میشه 2-3 دفعه کردی 4 دفعه کردی زرد و سرخ معلوم میشه علامات داره که بیاده این من میشم و در چشم آدم میبینه که اینی خوب زرد است اینی خوب سرخ است و یک نوع اینی مشکی ها رو تا بالی کس نمیفهمه که مشکی از چی به وجود آمده بگه کس من بیایم خوب کفتر بازتم بیادر میگه بیایم سوال من جواب بده میگم مشکی از چی به وجود آمده؟ مشکی یعنی من برد میگم مشکی اصلا چوچه زاغدم سفید است بگو خوب زاغدم سفید دودی مشل چوچه میته سایه کو بله دیده باشی؟ بله سایه کو را هر قدر که بکنی سفید نمیشه زاغایدم سفید یک پشت یا 2 پشت خوده نمی دودی مشل که مال میگیم یا سایه کو میگم این چوچه را اینمی میته باز ما اینمی سایه کو را که زرسینه گت میکنیم چرا خود سایه کو هرچی بکنیم سفید نمیشه چوچه زاغدم سفید است بله چوچه سیاه است این را که زرد سینه مثال گت میکنیم که گت کردیمش اما کت رنگ از این زرد مکس میشه یا که سرخ سینه میزنیم میگیم والا سرخ مشکی نه یا زرد مشکی اینمی دونی مشل کتینی مشکی کتی زرد سرخ زدن مشکی رو به وجود آوردن باز که میکنی هم خاصیت زرد بودن میشه که کفتر هم سفید میشه نه خیال که زرسینه که پرتو این بار شرطان یک دونی مشل که یک زرد پرتو چوچه که بکنیش چوچه بتر سفید میشه اما خود دودی مشل سایه کور هر قدر که بکنی سفید نمیشه شاید فضل جان تو دیده باشی چوچه های زاغدم سفید است یعنی نمی مشکی که آمده اصل بنیانزی زاغدم سفید تشکر خیلی ببینی از صحبتهای خوبت که گفتی بر دستا خواستن شدیم و فضل جان میشه که خودت بایی که در این مدت که خودت در شوق هستی تقریبا شاید 15-16 سال شوه یا زیاد میشه خودت مفرشی خرید فروش میکنی چقدر در این بخش خودت آگاه شدی وارد شدی چقدر فهمت بالا رفت حالا یک دریاست یه کفتر بسیار سر در دریا تا آخرش نمیافی نه اینه مت کفتر هم از دیگه بسیار هرچی که بزنی مشکل است تا زرغتایی دست بر تو دست نیست که برای او لب بحر نمیتونی دیگه خود سر ازم چقدر آموختی چی چیزا رو یاد گرفتی میشه که خودت قاعده توان خود میفهم لالا قاعده توان خود گانزه را از مرازج بگید تا که دوستا بفهمن و آگاه شن مثال فرض که میریم سر نول کفتر بله باید چی خاصیت ها را داشته باشه کفتر نولش سیاه می باشه چه رقم ما میتونیم اون را ترمیم بسازیم تا به سفیدی تبدیل شود دیگه تا اوجه هنر رسیدیم که ما کت انجینر پرویز کفتر بازی میکردم باز انجینر صاحب کفتر هم سیاه چپ و ساوز چپ یا بسیار که نور سیاه می بود بازو سفیدش میکرد من خودم شاهد بودیم که بالا نور سیاه چپ سیاه بوده اونمو سفیدش میکرد دمو یک چیش نه دیگه بازو خسریس با این هشتو چی میکرد دیگه در 3 روز نورش از شیر واره سفید میکرد دیگه نفهمیدم در 3 روز که من نفهمیدم انجینر صاحب چی میگه خب مرام تکنیک یاد ندادن رفیق تامد دیوال ما زیاد خواند ماست مگم تکنیک مرا نگفتن دیگه اینی 3 روزش دیگه بسیار مهارت بالا میخواه ولی در 2 ماه و 3 ماه دیگه ما هم شنیدیم که دوستا سفید میکنن نه من شاید هستم که در 3 روز سیاه چپ دم سفید نول سیاه بود سفید شده الان
که دیگه او را نفهمیدم که چی کرد چی کرد دیگه از من پتمی 3 روز بعد فقط نول سفید. خیر ببینیم فضل جان. کاکا نسیم خودت فکر کنم در این مورد معلومات داشتی از خاطر نول سفید کردن. درست است که البته فضل جان گپ میزنه امکان داره سر نول سیاه یک لکه داشته بوده باشه او را تراش کرده، اما اصلا کفتری که نول سفید میشه باید کام کفتر ببینی نولش آواز کن کامش ببین. اگر کام کفتر سفید بود نول سر سفید میشه نول سیاهش، اگر کام سیاه بود سفید نمیشه. تو چه خبره تراش کنی که تا این کام برسه؟ این نول که هست مثل ناخون وارث قربانشان، ناخون هر قدر که بگیری میرسه یا تراش کنی میرسه. نول کفتر هم همینطور است که اون به اون سیستمش اثر تراش میشه. دیگه فضل جان میگه که گپش ما تایید میکنم شاید که همون کفتر یک لکت اثر نور داشته بود اون توسط پل یا شیشه هم سیاهی رو پاک کرده، اما این کفتر که سفید میشه قربانشان در بسیار وقت دیر سفید میشه. مامان هستیم ما شاید لکه نبود سهم نول سیاه بود بس که انجینر صاحب اونا من کدام کدام راز داشت که نولش بسیار کفتر سفید کرد. یک کسی دیگه هم دادش سو چپ نول سیاه بود دادش گفت اینه میرسد در 3 روز من اینا شاهد گفتم هم سو چپ هم نول سفید شده بود. مامان هستیم حقیقت است که البته کدام دوای داره خود داشته باشه، اما به نظر من که نول کفتر که بخوایی که سفید کنی نولش بیخی سیاه باشه حداقل یک 2 ماه نه زیادتر بسیار وقت یک سال امی کام کفتر بالا کنه کامش ببینه که کام سفید سیاه وقتی که کام سفید بود از بالا نول سفید میشه، اگر سیاه بود بسیار دیر میشه بعد نولش هم کج میشه. باز خیلی ببینی کاکا نسیم اول دمی اواخر تمام جوانان تمام شوقی ها واقعا جستجوی زیاد میکنن در بخش همی کفتر واقعا بسیار مهارت ها را آموختن، چون در زمانهای قدیم قدر پشتش نمیگشتن شوقی ها از نظر من چون ما او زمان هم نبودیم حال زیاد توجهشان در می کفتر هست. و بازم از خودت تشکر جهان و سپاس. دوستان عزیز شوقی های نازنین امیدوار هستم که تا این دم از داشته های برنامه و همچنان از شوق لذت برده باشین. حالا وقتش رسیده که طبق معمول بر شما چند کفتر را معرفی کنیم، خوبی ها و خصوصیاتش بگیم. ماشاءالله در این بام تقریبا شاید 100 کفتر باشه یا کمتر. کفترهای خوب، کفترهای رنگه، هر نوع کفتر از هر کفتر 2 تا 3 ستاره به شما معرفی میکنیم چون وقت زیاد میگیره. کاکا نسیم قند میشه که خودت در مورد امیسیا چپ چند حرف داشته باشی معرفی کنیم. این است که یک دونه سیاچپ دم سفید البته کفترهای پرش بکتاژیان است که خوب نام خدا یک قد بست و یک سوی بسیار خوب داره منتها اما نولک سر نولش سیاه است. این بسیار زودی سفید میشه. چرا هر وقت که ما شما ببینیم نولک این از کامش سفید بود کام کفتر این نول باز میکنیم اگر کامش سفید بود این نول زود سفید میشه. اگر کامش سیاه بود یک ذره مشکل از بسیار وقت زمان در بر میگیره دیگه اونو تا یک مشکل داره. دیگه این کفترهای پریشی بکتاژیان است، خوب نام خدا قد و بست داره، سوی خوب داره، بست خوب، سر روی ابروی خوب، بدن گرده و گپا نداره، حتی کنده بال نداره. دیگه خوب کفتر است. این یک سیاچپ دم سفید دیگه است که نام خدا چه خوب یک سر روی ابروی بسیار خوبش یک کمی کم رنگ سرمایی چپ است. سرمایی چپ خوب کفتر است. رنگ حواس نه گردام نداره، خوب است. بس در شرایط فعلی دیگه شیرپای هم است. شیرپای هم است و دیگه کفتر خیلی از این رنگ حواس داره. اگر ما این در چوچه پردیم باز در چوچه خوبش نمیاره. او کفتر چوچه گیر که هست او سر روی دیگر هم سر روی داره، بسته خوبش
خوبش می داشته، تمام خصوصیات او می داشته باشه. چی شیرازی داغی باشد. همیشه کفترهای ثابته که مردم چوشه میگیره، از داغی شیرازی چوشه میگیره. بله خیر ببینید. خوب سرمایه شب است. فضل جان خودتون خوب یک سیاه چپ گرفتید. دوستای عزیز شوقیا ماشاءالله دیگه سیاه چپ سر رویش سعی کنید دوستا، یک بریده قیامت سیاه دیگه ماشاءالله چشم روی و قاب سرش نولش بسیار دیگه مقبولی های خدا داره. این دوستای عزیز من میگم نام خدا 100 بار نام خدا سعی کنید. نول روی چشم فهمیدی، نول کوتاه، سر کلان، ابروی بسیار خوبش که از سر چشم شروع شده، ابرویش که میگه 30 مور است، اینمی ابروی ازی که از 30 مور است. فهمیدی؟ نام خدا خود از این روشن سعی کنید. پرش چی یک پر مقبول داره، فهمیدی؟ پر مقبول داره، ثابت از بست خوبش داره، کلان کفتر است دیگه. نام خدا چند دونه سوچپ داره؟ 4 تا سوچپ. 4 سوچپ کلش خوبش است. این مقام اول ده. این دیگه مقام اول است. با واقعیت این سوچپ بسیار کمیافت دیگه، سر روی عزیز کفتر نمیزنه. با واقعیت این کفتر باز که ببینه میفهمه نول کلر و ابرو روشنی ده بریدگیشه. خب نام خدا پایم داره. دوستای عزیز یک دونه سوچپ دیگه از کی خریده بودی؟ ایرا خودم برش دادم. سرکشی میکرد دوستا، چند تا لالابکتاشو ما قیچی کرده. این دوستا قدیزیون که هست که از جمله شوقی است که کفترهای خوبش داره، خوبش میخره و با بسیار دوستایی که ارتباط داره. اونا هم کفتربازای خداوند قدیزیان خیر بده و امیدم چینل که کس که این برنامه رو میگیره یک اندازه باید بفهمه قدیجان که هست میفهمه در کفتر شناختش. اگر یک سوال از ما میکنه ما هم سوالش جواب داده میتونیم. خیر ببینید شما خب بزرگاست، ما با اندازه توان خود یک کمتون شناخت داریم، بگم را به دوستا میگیم. نه نام خدا شناختتان خوب است. این زرچپ است چه خوب نام خدا. سر روی گل سرش چه خوب، یک گل سر داره بسیار پایین آمده، بسیار بریده، همطور سر روی خوبش داره، نول کوتاه داره مثل از امو سیاچپ باره دیگه. این کفترهای پریشی بکتاجان است که نام خدا هم زمین داره هم آسمان داره. کلش خویره، کنده نداره، گرده نداره، بستش هم خوبش. کفتر باید ساختمان کوک داشته باشه. کوک شما ببینید پرایش کوتاه، دم به جمع داره، سینه کشیده داره، فهمیدی؟ بست بلند داره، کله کته داره، کفتر گردن داره. کفتر خوبه باید شما که ساختمان کوک مقایسه کنید، در اون وقت شما از شناختش عاجز نمیمونید. بله خیلی زرچپ دیگه. این دیگه یک زرچپ است که نام خدا دم سفید دیگه. این کفتر است واسی کفترهای خیلی بکتاجان است دیگه. یا هم زمین دارن هم هوا، یا دیگه دعوا نام خدا بسیار مقبول معلوم میشن. از زمینش که در هوایش. خیر ببینی کاکا نصیر. دوستای عزیز این یک سخچپ دم سفید است ماشاءالله دیگه. متو خوب کفتر بریده جوان، خوب کفتره که تیار، کفتر خیلی بکتاجان. دوستای عزیز این هم یک گوره چپ دم سفید چوکر. دوستای عزیز خوب جوان کفتر ماشاءالله، خوب تیار، در خط از دیگه نام خدا. اینه دوستا یک سیاچپ دمسی هست که البته بیشتر کمیج آمدیم این کفتر سرکشی کرد، قدیب بای رفته بود. دور باز که با آمد شیشت باز بکتاجان گفتیم که کفتر خیشی کو که کفتر گم میشه از پیشه. چرا کفتر قریب گم شد؟ یکی بوده که یکی مگسی بوده دم سفید. اون بود سیاچپ دم سفید هم بود. و این کفترهاییست که سرکشی میکنه، اگه دته و برابر شد که کدام خیل باز زود میگیرنش. اگر چی جنگی هم باشه اما باز کم نفس میشه، هوا گرم است بای میره. این سیاچپ بوده پس تالی ما که شکر که گم نشد. که خیلی ببینی شب دم سوز از 12 پرتم داره، خوب تیار کفتر. یک پرکش هم شکسته بود، این پر توسیرش وانش که مقصد حالا در خط است می جنگه. دوستای عزیز خوب کفتر ماشاءالله دیگه. امری دم سوز است دیگه، سوچپ دم سوز است در نمایندگیش که قوقت نیست. این معرفی کردیم ایدم نمایندگی کل دم سوز. این هم دوستای عزیز یک مگسی دم سفید
ماشاءالله چی یک چشم روی داره، بسیار مقبول کفتر. اینه دوستای عزیز جنگی کفتر در نمایندگی کل مگسیا. دوستا یک مشکی است که بالش 8 است، 8 پر بسته است. نام خدا سعی کنید چی یک کفتر است. زیر پایش یک پر سفیدی نداره، چاتش تا گردنش سر روش چی یک روی نام خدا خوبش داره. پشتش هم سفید دنب جمع دیگه از این کده مولا مرا بسیار خوشم آمد. کلی کفترهایش خوبش است. نام خدا کلش این هم تو ساده است، مقبول و خوبش است کفترهایش. یعنی اعلام میتیم نام خدا خوب کفتر است. مشکی با خوبی از این است که یا کلش جنگی است. دوستای عزیز اینی مشکی سینه نون و پر، اینی هم تیر کمرش دوستای عزیز نون و پر یا مشکی. اینه دو قوله دوستای عزیزه. چون با یک سرسینه دم سفید نام خدا، سر دنبی زیر دنبی از می گردن تا سر دنبی یک تک سرخ است. یه جن معلوم میشه که کدام لگه و لگه نداره. دنبش فقط هم اینمه معلوم میشه سفید یک چامپه. این زیر دنبیش هم نام خدا سعی کن که تا کجا پشت روی ها دیگه. این کفترهایی است که فضل جان و خدیر جان برای بکتر جان پیدا میکنه و اینا کفترهای خوب دارن و خوبش هم اینا میخرن، خوب مفروشن هم. دیگه این کفترها را کل این کفترهای خوبیشه که برش پیدا کردن خدیر جان و فضل جان پیدا کردن. ایلاش کنم قربانشون خیلی ببینید ایلاش در پتن چپ چی یک رنگ مقبول داره، چی یک چشم خوبش داره، روی خوبش داره. اینه دوستا چی یک رنگ نارنجی داره. نام خدای این هم سرکشی میکرد قیچیش کرده. اینی زیر دنبیش، اینی تیر کمرش دوستا. اینی هم سرخ مشک سینه دوستا عزیز خود تیار کفتر. اینه دوستا این یک چشم مقبول و زیبا داره تیار. یک مشکی چپ دیگه است که نام خدا بسیار زیباست. دوستا به تصویر میبینین شما بال ازی چقدر مقبول است. رنگ پر ازی دنب جمعی ازی سعی کنیم میگه دنبش فقط 4 پر در حال که 12 پر است هیچ فهمیده نمیشه. دیگه پرش یک رنگ خوبیش داره، سوی خوبیش داره. زیر چاتش ببینید دوستا یک تکه یک رنگ است. از گردن تا دنبه یک رنگ، تیر پشت شما تا گردنش. نام خدا دیگه از این که مشکی زیبا نمیشه. به واقعیت کل کفترهای بکتر جان خوبیش است. خب این دیگه من راستی بسیار خوشم آمده. دوستان عزیز ماشاءالله خوب یک زرسینه است. خوب کفتر جوان، روی بسیار خوبش، خوب کفتر مقبول. شما ببینید دوستا چه خوب یک چشم خوبش داره، نول کوتاه، کله کلوله، کفتر جوان. این کفتر دگام خوبش میشه، مقبول میشه. ماشاءالله خوب کفتر یک ذره شر از جوان است. یعنی یک طرف تقریبا 7 پر بدون باجگی و یک طرف دگام. اینه دوستان عزیز 7 پر است. اینه زیر دنبی همت مکمل، پشت سفید یگان گلکا داره، این سفید میشه. ولی دوستان عزیز ببینین ماشاءالله خوب کفتر بسیار مقبول. سرجوگی چپ ساختهش نام خدا چه خوب کفترش سعی کنی روی کار از این کفتر. های کفتر چی یک کله خوبش داره، چشمای بسیار مقبول سفید بیمجه دیگه. گردن دامین سفید میشه. این کفتر سرش بی خود از این جوانه است، سرش کار میکنه دیگه. این نام خدا خوب کفتر میشه. خوب کفتر است خوب میشه. دوستا از یک گورسینه دم رنگه 7 دفتر بسته، خوب جوان، خوب قد بسته، چشم خوبش دوستا عزیز جنگی کفتر. دوستا یک قلاق بسیار خوبش نام خدا مقبول. چه خود 2 ابرو داره، ابروهای زیر سم برابر، هر دوی یک سایز ابرو داره دیگه. این چنه نداره. این کفتری است که باید قلاق نول زیر سیاه باشه، قلاق اصل.
نول سر سفید می باشه، نول زیرش سیاه می باشه. دیگه یه نمت یک طلاق است. نام خدا سر چشم داره، ابروهای بسیار خوبیش داره، دو ابرو داره، چنه نداره، نولک کوتاه داره، دیگه بست خوبیش داره و دنب جمع داره. خیر ببین. در کفتر که هست دنب و بالش بسیار مهم است. خادپر نباشه، دنبش جمع باشه. آخرین کفتر هم بده فضل جان، اینمی کفتر است. ماشاءالله تعداد کفتر زیاد است. اگر میرم معرفی که اینی سیاجوگی سینه است، دم سفید، هفت پر بسته اینه دوستا. اینه دوستا، اینی هم پر پاش دوستای عزیز. این خب تیار جنگی کفتر. تشکر کاکا نسیم که وقت تا این دم همراه ما بودی. واقعا گپای خوب را، صحبتای خوب را خودت گفتی به دوستا. در اخیر چی پیام، چی گفتنی داری به دوستا، به لالا شیر و به تمام شوقیان که ما رو ببینند؟ پیام همیست که یک تشکری از بکتاش جان برادر شیرجان میکنیم که امروز ما را در بام خدا آورده. کفترهایش از نزدیک دیدیم. نام خدا بهترین کفترها داره، بهترین هر نوع کفتری که بخوری در بام بشست. کلشان پریشی هست. نام خدا خوب کفترهاست. دیگه دی کارت نو از کفترهای بکتاش جان کده و شیرجان کده که کفتر خوب کسیش نداره. من اما واقعیت برات میگم، فامیلی اگر داره در خاناست ما ندیدیم و فعلا که هست کفترهای اینا خوبش هست. خداوند یار جور صحتمند داشته باشن. با دیگه دوستانشان دیگه پیام ما اینمیست که برادر کسایی که از طریق همین چینل صلح ما رو میبینن برشان سلام احترامات خود تقدیم میکنین. در همه هر جایی که هستن جور و صحتمند و خوش و خوشحال باشن. بازم یک چیز ناگفته نمانه که برای شاه حسین دو دوست ما که از خارج کمک کردن، یکی فریجان بود، یک دوست دیگه ما بود که نام خود گفت بر من نام مرا نگی. امینا دو نفر کمک کردن که من اونا رو ماما حسین پیش دکترم پیسه از اونا رو گرفته بردم ماما حسین تداوی کردم. دیگه خداوند خیر بدم دو دوست ما که برای شاه حسین کمک کردن. اگر دوستای نزدیک داشته باشن خدا واسه یک چیزی برش کمک کنن که خدا تداوی کنن. دیگه خدا حافظ. خیر ببین. تشکر فضل جان از خودتم که اینجا همراه ما آمدی. چند حرف همراه داشتیم. در اخیر چی پیام داری با دوستا و شوقیان؟ تشکری میکنیم از لالا شیر، از لالا بکتاش، از تمام شوقیا. دوستای عزیز همین لالا قدیر یک حمایت کنین که در سو بریم کفترهای خوبش بر شما شوقیا دوستا رو تصویر بکشیم که تا شوق شما هم شود. مگم لالا قدیر حمایت کنید دوستای شوقیا. اینمی پیام ما داشت. زنده باشید. تشکر که خودت واقعا قدر همراه ما همکاری میکنی و همچنان تمام دوستا و دوستان عزیز. باز هم جا داره که از لالا بکتاش و از لالا شیر و از تمام دوستا چی در داخل چی در خارج هستن از همشان تشکری کنیم. واقعا همیشه حمایت کردن ما را، همیشه کوشش کردن که ما آهسته آهسته بالا بریم تا بتوانیم خوبترین برنامه ها، خوبترین کفترها را به تصویر برشان بکشیم. باز هم از همشان تشکر. سابسکرایب چینل دوستان عزیز، لایک ویدیو فراموش نشه، کامنت های بسیار زیبا و خوب بنویسید. تا یک برنامه دیگر شما را به الله متعال می سپارم. هر جایی که هستیم خوش و آرام باشید.